هشتمین نمایشگاه گل زعفران در اینجا قرار است افتتاح بشه و آمدیم ما از این نمایشگاه دیدن کنیم و با دوستانی که در اینجا غرفه دارن. به جشنواره ملی گل زعفران خوش آمده. فعلا در آستانه یا در دقیقاً در فصل جمع‌آوری محصول قرار داره. فایده که این نمایش گذاشتن زعفران داره اینه که ما میتونیم زعفران افغانستان به سطح دنیا به تمام کشورها ما چیکار بکنیم معرفی بکنیم. ولسوالی پشت زرغون، ولسوالی غوریان، ولسوالی زندجان بیتن زعفران دارند. به نام یاد خداوند مهربان عرض سلام و درود دارم خدمت تمامی شما دوستان و همراهان نهایت عزیز. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین صحتمند و تندرست باشین. دوستان نهایت عزیز، ما امروز آمدیم در نمایشگاهی است تحت نام گل زعفران و امروز هشتمین نمایشگاه گل زعفران در اینجا قرار است افتتاح بشه و آمدیم ما از این نمایشگاه دیدن کنیم و با دوستانی که در اینجا غرفه دارن بیشتر صحبت دهایی داشته باشیم و در رابطه محصولات اینا معلوماتی برای شما دوستان عزیز جمع آوری کنیم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید و ما را دنبال کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در عموم زعفران که هستن الحمدلله به سطح افغانستان خیلی خوب نتیجه دادن، به الخصوص در ولایت هرات و شخصا در ولایت هرات تقریبا 8000 یا بیش از 8000 جریب زمین، 8000 هکتار زمین، 8000 هکتار در سطح هرات تحت کشت زعفران هستند و تقریبا بیش از 20000 نفر دیاقین مصروف کشت زعفران هستند و تقریبا سال تیر شده بیش از 20000 تن زعفران 20 تن زعفران چی شدن
تولید شدن و امید هستن پیش بینی میشه که انشالله به سال آینده تا 30 تن زعفران بیش باشد. حاصلات امسال هم الحمدلله نسبت به پارسال خوب بودن. باز زعفران که هستن او خیلی کم مایه نسبت به دیگه کشاورزی زعفران خوب بودن. انجینیر بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان. صبح همگی به خیر و خوبی باشه. به جشنواره ملی گل زعفران خوش آمدید. فعلا در آستانه یا دقیقاً در فصل جمع‌آوری محصول قرار داریم. با آنکه از علائمی از کاهش محصول ما احساس میکنیم، ولی خوشبختانه نظر به کشت بی سابقه که امسال در ولایت هرات خاصتا انجام شد، اجرا شده، ما با جرأت کامل میتونیم ادعا بکنیم که ما احتمالاً مرز 40 تن را بشکنانیم که این نسبت به هر سال امیدواری برای صنعت زعفران افغانستان، برای قشر و جامعه زعفران افغانستان، این امیدواری انشالله بیشتر از هر وقت دیگه فعلا احساس میشه. یعنی نسبت به پارسال کمتر؟ اگر نگاه کنید دوران گلدهی ما به تعداد روز اگر نگاه کنید کاهش داره. یعنی امسال میشه اگر از اوایل ما بالغ بر 20 روز ما جمع‌آوری محصول داشتیم، این به 18 تبدیل شد و فعلا از 18 روز ما میبینیم که کمتر شده. ولی خوشبختانه بگم گلدهی در بعضی مناطق اگر ضعیف بوده، در بسیاری از مناطق گلدهی رضایت بخش بود. علت چی بتونه؟ علت بدون شک ما میشه اقلیم رو بگیم که آب و هوا در حالت تغییره و این روی خود زعفران تاثیر داشته. به دلیل از اینکه زعفران از قدیم الایام در مسائل بود علمی از او زعفران زمستان سرد و مملو از برف دوست داره و تابستان خشک و گرمه. محصول زمون تزاد خوش کړی ټول جهان دی زحمت مو د دهقان دی زحمت مو د دهقان دی محصول زمون تزاد خوش کړی ټول جهان دی زحمت مو د دهقان دی زحمت مو د دهقان دی شیمان بنشی گورت یو زلی رات راسا تاجرا کزافران وڑی اول رات راسا تاجرا کزافران وڑی اول رات راسا. الحمدلله امروز به 8مین دور نمایشگاه ملی زعفران گل زعفران افغانستان ما مقدار گل خشک آوردیم، گل تازه آوردیم، عسل روستا به حساب که در قریجات بود آوردیم، گلای سوپر نگین بود، مقدار تعدادی هم بسته‌بندی که به خاطر دید و بازدید کسایی که میان از نمایشگاه دیدن کنن. دیگه الحمدلله از هر لحاظ این نمایشگاه بهتر بود به خاطر از اینکه ما امروز یک فضای کاملا امن نسبت به سالهای گذشته که از لحاظ امنیتی بهتر بود. دیگه الحمدلله تعداد مراجعین امروز بیشتر بود و اکثر شرکت‌هایی که آمدن همون چیایی که داشتن به نمایش گذاشتن از او وقت هم بهتر بود. میهمان‌ها هم زیاد آمدن. الحمدلله برادرها خیلی زحمت کشیدن، در بخش تئاتر هم کار کردن، مردم خیلی خوشحال شدن. الحمدلله خود شما این ثابت معلومه وقتی آدم چیزی رو تولید میکنه یا که میخواد به دیگه کشورها صادر بکنه
یا داد و ستدی باشه، تجارتی باشه، باید اینا رو به دیگران معرفی بکنه. دیگه برگزاری امیت نمایشگاه که از معرفی اجناسه که شرکت ها میتونن اجناسایی که تولید کردن، زحماتی که کشیدن، کشت‌هایی که شده، چیایی که برداشت شده و محصولاتی که محصول شده، پروسس شده، به سنترها رفته و زحماتی که در بخش زعفران کشیدن، امروز میتونن اینا رو به نمایش بگذارن. دیگه فایده که این نمایش گذاشتن زعفران داره اینه که ما میتونیم زعفران افغانستان به سطح دنیا به تمام کشورها ما چیکار بکنیم؟ معرفی بکنیم که الحمدلله در افغانستان میقدر زعفران کاشت شده و میته دیگه خود شما به جریان هستین که چند سال میشه زعفران هرات، بالخصوص هرات افغانستان که به تمام دنیا بهترین و اعلی‌ترین زعفران شناخته شده. به نام یاد خدا به 8مین جشنواره گل زعفران خوش آمدید. میرویس سریان هستم، نماینده فروش شرکت دهقان زعفران. محصولات ما که هست در کل زعفران که هست سرچشمه گرفته، کشت از هرات به دیگه جا ترویج گرفته و ولسوالی پشت زرغون، ولسوالی غوریان، ولسوالی زندجان بیتن زعفران دارند و تولیدات ما که هست هم تولیدات ما هم از همین ولسوالی زیادتر و از ولسوالی ها دیگه هم هست ولی کمتر. زیادترین زعفرانی که هست زعفران از ولسوالی غوریون و زندجان و پشتون زرغون است. به نام خداوند بخشنده مهربان، آقا گل قربانی هستم، رئیس انجمن زعفران کاران آزاده، مدیر عامل موفق زعفران در ولایت هرات. نمایشگاه 8مین نمایشگاه بودن، باز به سلسله به نمایشگاه قبلی که بودن باز مردم بیشتر رجوع کردن به زی نمایشگاه. دید مردم بیشتر بود و بعد از مردم بیشتر آگاهی پیدا میکنن در بخش زعفران، چی رقم کش میشه، چی رقم برداشت میشه، تمام محصولات خود میفهمن. سلام علیکم. میگو گپ بزن چیکار کردی؟ مثلا چیکار کردی رو گفت؟ عباس برفتم همین گروه گسمندم به سر زمین علفترا دادم همه را که علفترا فیش لباد کرد. بعد چیکار کردی بگو؟ بعد از اون برفتم همین زمینایی که گفته بودی اونا رو ارم دادم همه کارا رو که میگو عباس علی ماما گفت یک من امروز نمیرسه بردیم تو به خدا اگر ندی عباس نتون میزنه. میگو ماما جمعگل احترام کن، ماما جمعگل تجربه داره به کشت و زراعت، ما باید اون دست رو بگیریم هیچ وقت اون بیر نفسه هم گوش نمیکنم. خوب خیلی میگه اما نکنه میتونی بری مثل شما از گوش نمیکنه. بگو از گوش نمیکنه به چی از گوش نکنه؟ تو بگو که من کنیم کاری که تو گفتی به نکنه تو میبلنگی اون خرابه. بگو بابا من چی گفته؟ گفتی سال دیگر بخیه کشت من جا کارال داره زن میدون. خواه ای جرم مکسی رشته به یاد کنه. نگو من به تو قرار دادم که تو نوزاددار بکن. من میفهمم که من جلوشو انشالله میشه. فهمیدین؟ من جلوشو حتمی کار تو جور میشه. ارباب صاحب آدم که بیکرون نمیشه. شما کلون مانه من میفهم تحصیل ندارم. همه که خود تو میگو از روزی که همین کشت و زراعت به رونق پیدا کرده شکر خدا همه به من احترام میذارم، عزت میذارم. دیگه تو هم اینجا باش، من برو به پیش با محترم
بگم دختر و همین شمولک ما شمولک همون دیگه انشالله کار تو بشه وقتی که نشه که باز مثل اینو ماجه بگل بدلالی کنه نه برو همین رمضون هم قراره بیای همون حکام رمضون رمضون همون رمضون